یعنی من هر چقدر از لطافت و خوشمزگی این رولتا واسهتون میگم کمه، حتما با خودتون امتحان کنید. خوبیش اینه درست کردنش احتیاج به فر نداره و خیلی هم آسون درست میشه. بریم هم درستش کنیم. اول شیر رو میریزیم توی قابلمون، شکر و آرد رو بهش اضافه میکنیم و مخلوط میکنیم تا زمانی که کاملا یه دست بشه. حالا توی سینیمون پودر نارگیل میریزیم و کامل صافش میکنیم. حالا حرارت زیر شیر رو روشن میکنیم، رو حرارت متوسط مداوم هم میذاریم تا زمانی که کرممون این شکلی غلیظ بشه. وقتی شروع به حباب زدن کرد این مدلی، خاموش میکنیم، کره و وانیل رو بهش اضافه میکنیم و مخلوط میکنیم تا زمانی که بافتش این شکلی یه دست بشه. بعد میبریم میریزیمش توی همون سینی که نارگیلا رو ریختیم، روش رو صاف میکنیم. وقتی که خنک شد حداقل 4-5 ساعت میبریم میذاریمش توی یخچال. بعد از 4-5 ساعت درش میاریم، خامه قنادی رو فرم میدیم و با خامه روی لایه قبلی رو میپوشونیم، صافش میکنیم، گردوی خورد شده میریزیم و این شکلی برششون میزنیم. بعدم به همین شکلی که میبینید رولشون میکنیم و داخل پودر نارگیلایی که توی سینی کامل میغلطونیم که همه جاش کاور بشه. بعدم روشو با هر چیزی که دوست داشتین تزیین کنین که من گردو گذاشتم. از همین لحظه هم آماده خوردنه. یادتون باشه که حتما سیوش کنید که بعداً درستش کنین، چون حقیقتاً خیلی خوشمزه است.